برادران عزیز، یک چیز را میگم تو خشرو گوش کنین. در زندگی دیدم، شنیدم هر کسی که خوشبخته و خوشحاله و دارنده او اشک مادرش ریزاندگی نیست، پدرش آزار دادگی نیست. شما مگر همین را بخواین که دارنده باشین و خوشحال باشین و پیش کارتان کشاده باشه، همه وقت دعای پدر و مادرتان بگیرین. زنده باشین، روی کنین پدر و مادر دروده. این سخنی من نیست، سخنی بزرگای. میگه که به دشمنانت 1000 بار امکانیت بده که به تو دوست شوند، لیکن به دوستانت حتی 1 بار امکانیت نده که به تو دشمن شوند، چون که دوستانت همه سیر و اسرار تو را میدانند. این بد است. افسوس افسوس افسوس.